مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. مرا به تشکیلات قبول کردند برادر. به تشکیلات تنها مرده اتان لازم بود از خانم. راگا دبله راگا زودتر سردیه راگا شرف مدیا تقدیم میکند. مادر جون با من گوش کنید. مرا در نزد درآمدگاه تپه گرگان انتظار شوید. خوب شده است. مسلم تو با من بیا، ما برای خوراکه میرویم. فهمو بچه را احتیاط کنید. میلش راگر میگویم راگر. شما برادر مرا نکشید، قربانتان شوم. زنی را که فرستادن میخواهی که بودنش را میدانی شما؟ زن از دهه خودمان است، نامش زلال. برای به تشکیلات همراه شدن خواهش زیاد دارد. زلال مادری برفین. او حالا هم زنده است؟ بله سینو، زن در دهه است. احمقان ناهوده برا یک زن را کشتن نتوانستند. آن زن به ما لازم نیست شما، او را پران. سینون امر کرد که شما را کشم. این کار را نکنید، قربانتان شوم. من به شما چی بدی کردم؟ تشکر زیاد برای نجات دادنتان از شما قدردانم. شرف مدیا تقدیم میکند. به کجا می روید؟ با من کمک نمی کنید؟ شما به سرم بلا آوردن میخواهید. به خانه اتان روید. میلش میروم، لیکن از برای خدا با من کمک کنید. دخترم در دست آنها، من نیز برای دوایمان جنگیدن میخواهم. به من راه نشان دهید. قربانتان شوم، با من کمک کنید. پگاه به ورگینیز به خانه سبا روید. با اونجا از شهر آدمانی که به تشکیلات همراه شدن میخواهند میآیند. اگر با اونها همراه شوید به کوه برآمده میتوانید. سلامت باشید شما. با این لباسهاتون سیمون شما رو نبیند. اگر شما را شناسد هم شما و هم مرا زنده نمیگذارد. کجا سرم کجا آروم شدید آقای حکیم. آرام منشی خواهینون نمیسپارم. همش خوب میشود. زودتر بسیده زودتر. من شما توفیق. مانید من باید روم. با این احوالاتون با هیچ کجور نمیروید اپای حوین. زخمتون بسیار وزنین است. ای خدا اینها کجا شدن؟ چی شده است آقای دکتر؟ اپای حوین سخت یارتدار شدن. حیاتشون در خطر است. سزای شخصی که خودش تنها با تشکیلات مبارزه بودن میخواد همین است. زنی بیچاره چه کار کند؟ با خود پسرش کرده است. باید شما سدی راهی خواهینان نشدید. اما هر وقتی که آنها بدی هم میآیند شما با کجای غیب میزنید. از دست من چی میآید دکتر؟ من با خود لشکر دارم که رفته با آنها مبارزه برم. زودتر زیرا زودتر. آمدم آقای طاهر. ای خدا. ابای حوین کجا شدند؟ نجاتت میدیم کجا؟ پسرم شرف مدیا تقدیم میکند. کجا؟ مادر جون کجا؟
مادر جون خدا را شکر تو یافتم خدا را شکر برو برداره من هیچ کس نمیدیم در اینجا چی گفت هست؟ وای 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 و من دو خروز لازم بود مرد خودش آمده یعنی خیز نمیدیم تو حالا هم نمونده نمیدیم مادر جون نمیدیم خیز از جا کم از اینجا پس میگویم رو از اینجا میگویم رو این شب شب از اینجا نمیفهمی رو از اینجا رو میگویم دست سر خوب شو کلی و کجا این طرف کم شود بشنی راگر دست دویا مادر جون زن زورتان نمیرسن راگر باز نمیخیزه زودتر خدایا من چیکار کنم دردم رو به کی گویم بغیر از این دیوارها به کی گویم خدا این چی روز است همه درها برایم یک به یک محکم شده ایستادم اکنون من چیکار کنم خدایا من چیکار کنم نه نمی شود دخترم را نجات می دهم اگر مرا کشند هم او را به دست آنها نمی دهم گیجه دروده گیجه فهمیدم قمدان فورا مکانمون را عوض میکنیم همش را فهمیدم چی شد سینا؟ همتون آماده شوید زودتر قرارگاه را عوض میکنیم زودتر حسنی زودتر شتاب کن چیزی نیست کارهای هر وقت در اینجا مدت زیاد ایستادیم اکنون مکان ما را عوض میکنیم باید زود از اینجا رویم تو هر چیز زودتر به قره چای رو در آنجا انتظار شو همه آدما را جمع نموده و قرارگاه چهارم بر آنجا کلان است چیز چهارم ما را بردن نمیتوانیم در همونجا ما میخوریم رو خیر که چه مجده بنازی من که چه دختران را دیگر قرارگاه میبرد تو هم آدمان را جمع کن من وظیفه که چرا اجرا میکنم؟ بله اجرا میکنی تو از که چه کمی داری؟ بچهش از تا چی کار؟ کنی زودتر کنی زودتر نغمه نکنید میرویم خوب شده است اپر بفید بردارید چی میخواهی؟ مرا نشنوختی تو کی هستی؟ این من بکری بیشتر هوی نه تو رو نمیشناسم با آنها یاریده یاردم کنید بچه ها آپای حوی آپای حوی آقای توحید چی شد دیلو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من به شما کمک کردن میخواهم لازم نیست تو با نقطه تی برو میلش میروم آقای توحید آپای حوی آقای توحید زودتر به اینجا آقای حوی آقای توحید بیایید آقای حوی زنده است دیلو کمک کن نقطه تی بیمی بردار
حاضر شما صحنه چه می‌نویسید؟ بله آلدو. ممکن است من هم در آن بازی کنم. حالا چیزی گفتن نمیتوانم آلدو. حاضر تنها کودکان رو آماده میکنم. اگر نشد خفه نشو مایلش. مایلش هیچ کم نه. خودتان کسی رو خواهید گیرید. لیکن از شما یک خواهش دارم. چه خواهش؟ با قزبان هیچ چیز نگویید مایلش. یگان تایتان نمیگویید. همه تان من رو فهمیدید. آفرین به شما آفرین. سلامت باشید خانم معلمه. این آلدو باز به کجای خرج زد؟ پنهانی از من چیکار شرف مدیا تقدیم میکند. من بیخبر با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو مخبر شوید. آلدو؟ آلدو؟ چی میخوایی؟ کنگوی از کجا میبینی؟ کارچی از یک جا میآیم. چی خیلی کارچی؟ تو به چی کار مشغولی آلدو؟ کارچی گفتم. تو گپی خوب رو نمیفهمی ها؟ میفهمم. با من گوش کن آلدو. بچه ها کنی باپه قیز براتان گوید از کجا میاد کنی گوید خرطا بازی کودکان را هم مثل خودش کرده است. حالا جواب این کارت رو میدهی آلدو؟ نه کمشی هست اونی خیلی زیر رفته است بابا ابراهیم با درون میدارونیم رفتید بایسته همه چی تو آموده منش رو بایدویر آقای دکتر آقای دکتر آقای حبیب قوتون رو سخت نکنید خودتون رو عذاب ندهید پسرانم را میخوام بکریم را خواجم کجاست آقای دکتر پسرانم در کجاست آقای دکتر آنها را یابید راگا بردار خودت را دیدی در کجا میگردی؟ تو رو انتظاریم. در راه ترما فرامد بخیر است اینو؟ ما قرارگاه ما رو عوض میکنیم. از اینجا میرویم تو هم زود آماده شو. خوب شد است اینو برای که دستان او را بستید کلی کشاید زودتر شامدی قهرمان تو مثلی پدرت قهرمان میشوی. من قهرمان شدن نمیخوام. شما دروغگویید. شما تنها با آدم کشی مشغولید. آی سگ بچه از حوزه زبانت دراز شده است. عربت تو بردارید خوین دودرم اینجا از این دوتر شد سگ بچه گم شود اینجا گم شو رفتیم ایسا راگرده زودتر رفتیم نبض بیمار گم شد آقای طاهر دل از کار ماند خدایا مدد کن کوشش کنید آقای حبیب دل و نبضش رو سنج آقای حبیب التماس آقای حبیب دیدی با بچه ها گوی
همینجا کم استراحت میکنیم. خوب شده سینون. یک از در آن طرف ایستد. تو با بالا برو. تو باشی در آنجا ایست. در اینجا چیکار میکنیم؟ ما چیکار کرده استادیم؟ ما به ها اگر حالا در استانبول میبودیم در جای تینجی و آسوده هم ماهی بریان میخوردیم، همراهی آینه همون خوشندانه زندگی میکردیم. نپرس پدر و مادری من در کجا باشن. آنها را چنان یاد کردم که آنها در کجا ما در کجا و ما چی وعده های داده بودند ما در چه احوالیم. بچه این آمده را دیدی؟ او رو بشر میفرستم برای ترکاندن بمب. یک از را آقا کنید. شما بناموس‌ها، صد بچه های لعنتی دودرم رو با شما نمیگذارم. تپش دلش رو گوش کن. کنی اپایاوی کمی دیگر اپایاوی خدا التماس رو با ما برگردون. آقای طاهر بس کنید، کوششتان بیفایده است. شما کاری از دستتان آمده رو کردید. آقای طاهر خواهش میکنم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. نه پسرانش رو نه خودش رو نجات دادن نتوانستم. وقتی مردنش رو قید کن دیلو. مایلش. دلش میتپد. آقای طاهر دلش میتپد. خدا شکر راست دلش میتپد دیلو. خدا شکر. ما او رو نجات دادیم دیلو. بله آقای طاهر. میروم پسرم، شاید دیگر اصلا بر نکردم. اگر بر نگشتم حقیقت را اصلا نمیفهمیم. مرا آغوش کرده مادرم گفتنت را نمیشنوم. باز شمایید در اینجا چی میکنید؟ چند بار گفتم که شما رو دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم، کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید
به هیچ کجا نمی روید. در جایتان شینید. تا سبب این کارهایتان رو نگوید نمی روید. بگوید خانم زلال، چرا با من کمک میکنید؟ چرا دویم از پسم میگردید؟ سببش تنها با من کمک کردنتان است؟ همین خیر، این چه خیلی خوبی بود است که من نمیفهمم. زینب رو از من چرا جدا کردید؟ چی مقصد داشتید؟ من از شما جواب رو انتظارم. چرا این کار رو کردید؟ گپ زنید خانم. تو برای چی گریه میکنید؟ چرا پیوسته صحبت کردن میخواهید و خاموش میایستید؟ تو فرزندی من هستی، تو براتی من هستی. اینش باز از کجا برآمد؟ چی گفتن میخواهید؟ مادرت من هستم پسرم. شما چی گفتنتان رو میدونید؟ کی بودن پدر و مادرم با شما معلوم است خانم زلال؟ آنها پدر و مادری تو نیستن. خدایا با من صبر ده. چند سال قبل تو را به مصطفی قماندان دادم، برای از بیشاگی ها نجات دادن، برای از دوای خون نجات یافتن. آقای مصطفی و خانم رابیه تو را تنها به وایه رسانیدن پسرم. با شما باور نمی کنم. برات ایست پسرم، با مادرت گوش کن. این سفسطه رو گوش کردن نمیخواهم. پس چرا خانم رابیه با هر بهانه تو را از اینجا بردن میخواست؟ گفزن برای حقیقت را نفهمیدم، لیکن حالا من حقیقت را به تو اثبات میکنم. با من بیا. ببین، این عکس کیست؟ این عکس من است. شما این را از کجا گرفتید؟ یک چند سال پیش خانم رابیه فرستاده بودند. این خطیم رو دارم. مادرت منم، او تو رو به وایه رسونی. این ممکن است. حالا هم باور نمی کنی ها؟ انا ببین چی نوشته است؟ برات 9 ساله شد خانم زلال. برات مخاطر نشد. او را جون پسر خودمون با وایه میرسونیم. اکنون باور کردی پسرم؟ پسر جانم، جان و جیگرم.
این چی خیلی میشود؟ باورم نمیآید. یعنی سببی همه کفایتون همین بوده است. بخیر است. میشاگه ها تو همینجا منتظرم. آجلو باز از من چی میخواهی؟ چی خواستن ما را خود میدونی؟ جایی برات رو با ما گپ زن. برات مرده است. دروغ میگویی. زنده بودنی برات رو میدونی. ما پسرت رو گفته ایستادیم. پناه داشتن از بفایل است. البته او را میابیم. اگر جایش را نگویی تو را میپرانیم. برات مرد میگویم. نمیفهمید؟ زنی دروغگوی. پسرت را یافته در پیش چشمانت میپرانم. فهمیده گیر. دائما با شما تهدید میکنند. همش از برای من. باید به آنها حقیقت رو گوید. حقیقت رو گفتن در کن. وگرنه آنها شما رو آرام نمیگذارند. نه پسرم. آنها نباید دانند. نباید. آنها باید دانند. تو دیوانه شده پسرم. من نمیگذارم که از برای من شده شما رو دائم ناراحت کنند. پسرم برام پسرم تو چی کار میکنی؟ باید به این دروغ خاتمه دهیم. میشاگی ها تو را میکشند. نمیتوانند. میشاگی ها از من بسیار چیز قرض دارند. برام پسرم نرم. آقای حامد چه میخوایی دکتر؟ شما برات رو میجویید؟ بله. ایست من ها نگوی. بگذار حقیقت رو دانم مادر. برات این منم. برات تو هستی؟ جلال راست میگویم؟ بله. پسری با قماندان دو داشت من هستم. باید به دعوای خونی بینمون بوده خاتمه دهیم. آقای حمید شما من رو میشناسید. انسانی بد نبودنم رو میدونید. این چه خیلی عرف و عادت بود است که شخصی از یگان کن خبر نداشته رو جزا میدهید. عرف و عادت ما همین است. بخون ریزی این دعوا خاتمه نمییابد. من به خوبی و بدی تو کار ندارم. اگر برا تو باشی میمیری. خونی پسرم به جواب نمیمونه. رفتیم پسرم. رفتیم برات. این ناممکن است. نخود طاهر برات باشد. خودش آمده گفت. خودش. چرا نشسته ای حامد؟ برای به جا آوردن عرفمان چرا انتظاری؟ برات پیدا شد. او را به خطر رسان. پدر طاهر رو نکشید پدر. او چند بار با ما خوبی کرد. من رو از مرگ نجات داد. شما رو هم نجات داد. آخر طاهر شما رو هم نجات داد امک. خونی پسرم به جواب نمیماند. اون مثل پسرم میمیرد. این کارو نکنیم. گناه هست پدر. بیلاب چه گناه داشت؟ گناهش چی بود؟ چرا مرد؟ حالا باشد نوبتی او هم میمیرد. سرده زینب سرده. قراری کار. آقا باید رفته برفین رو نجادی هم مادر جان. بعد خطیچه رو میاریم. بعد همه امان از این ده هم میرویم. چیزی شما خواهید همان رو میکنید مادر جان. فقط شما زیغ نشوید. براتم پسر جانی من. یگانه آرزویم تو را و خواهرانت را سرجم کردم بود پسرم. خدا مددگارت باد. خداوند ما را دیگر از هم جدا نسازد. برفین رو گرفتم میارم مادر.
خواطر نشوید. پسرم با دقت باش، بیشاگی ها رحم ندارم. به خدا تو رو میپرانم. نه ترسید مادر، هیچ کار نمیکنم. ذکر نشوید مادر. و نزدیک چیکاری که خودتون گفتید از اینجا میرویم. پسرم زلال این کار را نکن. آروم شوید. نه فرام میگویم. نه فرام. خون بیشترم به جواب نمیماند. برات باز شمولید. در اینجا چی میکنید؟ با شما نگفتم که شما را دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم، کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید، با هیچ کجا نمی روید. در جایتان شنید. تا سببی کارهایتان را نگوید نمی روید. گوش کن پسرم، از من نرنج. من تو را مثل براتم میدونم. برای همین به تو مهر بستم. کاش دستگاهی برق رو زودتر تامین کنند و از این تاریکی خلاص شویم. آقای طاهر، اگر بیمار رو پرسی احوالش خیلی وزنین است دیلا. چرا این گونه مناسبت میکنید؟ بس کن دیلا، تو سببش رو خودت نغز میدانی. خواهش میکنم دیگر در این باره گپ نزن. من تنها خواستم. شو دیلا، با گذشت صلوات سبب جداگی من و زینب گشتی. من در کجایم؟ در نقطه طبی اپای هوین. آقای دکتر، پسرم را بردن همین طور نه. گوش کن،
خاموشی. اگر خاموش استی کسی به تو ضرری نمیرسونه. نغمه نکنید. تو هم رفته با اون حکومت کن. مایلش ادار چای ریز. تشکر. تو اینجا بیا. اینجا بیا. دست اون طرف رو پاسبانی کن. در اونجا کسی نیست. خاموش کجا؟ از اینجا میگریزیم. اکا جون نزنه برو نزنه یا لعنتی نزنه اکا جون داری ها انا بچو نزنه درو خیلی خیلی اکا جون برو رسید دختکی هست که با من دست میبرداری ها کنی اینجا بیا چیگه پس بردن؟ دادرش را گریزاندنی بود. آی بیاخر حالا تو ما را پسند نمی کنی ها؟ انا با تو خواهی پسری خواهی انا با تو ابلغینا بکر مجبور بیکشم حیوان من بنازی جنابی سبا میروم. تو از بچه ها چشم نکن. فهماسینم خیلی رفتیم. خیلی فاگرد رفته مرا جیغ زدید؟ با اینجا بیا. از این بیا. لبای جناب. خودت میدونی که تو رو اونقدر دوست نمیدارم، اما وقتهای آخر با کارهای کردت دقتم را جلب نمودی. می‌ندارم جناب. حالا باشد با تو یک سفارش میدیم. امر نمایید جناب. خاموش است. اگر گفته هایم را به کسی گویی با دستان خودم وقوعیت میکنم. دانستم. پروا نکنید جناب، بینمون میماند. حاضر به دهه آبی کلان نزد شما میروی. او آدمی خودمون است. با اون میگویی که به دهه آبی کلان رئیس ناحیه می آمده است. تشکیلات باشد از او خلاص شدن میخواهد. میگذار یکی از آدمانی ده او را پراند. با او گوی که یک تیرزن ماهر یابد. از این کار نباید کسی خبر یابد. اطاعت جناب. اکنون میتوانی روی. لبای جناب. به من نگر. تو را زیر نظارت میگیرم. فراموش نکن. رو. فهمیدم جناب. جناب اکای سینو. خوش آمدی سینو. خوش آمدی. مرحمت دوستم گذر. شین. خوش آمدی دوستم. هیچ خوش نآمدم جنابی سبا. با خیر است دوستان. کارها اونقدر خوب نیستن جنابی سبا. من بعد آدمان صادقی یافتن و مردم را با خواهش خود به تشکیلات همراه کردن خیلی دشوار می شود. از این پس دیگر به تشکیلات باور نمی کنم. بعضی اشون 30 سال باز همراهند، لیکن حالا هم به تشکیلات باوری ندارند. به خدا اگر زیر دستانت تا کجا دوام یافتنی کار را پرسند، این برای ما خوب نیست. برای دهان آنها را بستن تنها یک راه است. یک چند نفر را در نزد آنها به قتل میرسانی. انا بعد میبینی چی میشود. راست میگویید. دیگه تنها دردشانی نیست. ما این آدمان را از خانه و درشان محروم کردیم. آنها پدر و مادرشان، زن و فرزندشان را پزمان شدند. اگر به اینش هم مانع شویم به خدا پرتافته میروند. هیچ کاری کرده نمیتوانیم. برآمده میروند.
در آنجا خانم ها نیز هستند. با آنها مشغول شوند همه چیز را فراموش میکنند. لیکن من از دیگر چیز خوف دارم که خلق ما را دستگیری نمی کند. باید به این کار دقت جدی داد. حتی در زد و خورد نه آنقدر کلان به خانه هایشان مرده فرستادن لازم. راهی دیگری نیست. شما نادرست فهمیده جناب صباح. در کوه شرایط بسیار بد است. خوراک های افلاس، تازگی نیست، هوای خنک، هر گونه بیماری ها. بسیارشان از تیر نفرت دارند. آدمان راهی گریختن را می جویند. مادامی که احوال چنین است کار خوب نیست سینان. اگر باوری نباشد دعوا هم نیست. نخواد کسی یافت نشود که دعوایمون را دستگیری کنند. من گفتنیم که یک فدایی دارم. او را به شهر فرستادنیم. این خبر را در شبکه های تلویزیون خبر دهند. مردم درباره ما حرف میزنند. بعد کار آسان می شود. تو خاطر نشو سنم. پگاه یک سردارمان می آیند. سخنهایت را با اون می گویم. آن طرفش را خودشون حل می کنند. بده های آبی کلان رئیس ناحیه می آمد است. فرمان دادم که یک تیرزنی ماهر را پیدا کنند. فردا کار رئیس ناحیه حل می شود. نقشه کشیده تشکیلات هم عملی می گردند. ای خدا بابا ابراهیم بخیر است رئیس؟ و خدا نمیدانم بخیر است یا نه. رئیس ناحیه به ده همان می آمده است. بگذاریم به پیشوازشون تیاریم. گفتنیم که بابا ابراهیم رو گرفته او رو پیشواز گیریم. من هم به نزدش آمده بودم لیکن امروز جمعه است. بر وقتتر به مسجد رفتم. بیا رفتیم از مسجد او رو میگیریم. نماز جمعه بابا ابراهیم رو خسته نکنیم خوب میشود. بعد او رو جیغ میزنیم. هر دمون پیشواز میگیریم. خوب میشود، بسیار خوب میشود. من اونقدر آدمان شهر رو نمیفهمم. ایستید رئیس. رئیس ناحیه اول مکتب رو دیدن میخواد. اگر خواهید من به معلم خبر میدم. من باشم رفته یگان خوراک آماده میکنم. دیگر این اوضاع رو یافتن دشوار شده است. در وقتی درکاری یافت نمیشود. رئیس آرام شوید. آقای دکتر، اگر از آمدن رئیس ناحیه تشکیلات باخبر شود میترسم که او را میکشند. خدا نگهدارت اینطور نگویید. آنها از کجا خبردار میشوند در حالی که ما خود حاضر آمدنشان رو فهمیدیم؟ شاید خبر یابند. از آنها ترسیدن لازم. پس کار شو. والله شو جاي يعمل القائم مقام؟ مو المهم شو جاي يعمل، المهم انه ما لازم يطلع عايش من الضيعة. ليك لازم ما تفتح تمك بحرف. وانت رئیس نویه برای چی به دیامه اومده است؟ فهموشمو پروا نکن. برای به تشکیلات همراه شدن و به نزد دخترم رفتن باید یکان چاره یابم. نترسید این منم. این چیست اومد؟ این ریش مویله بی ساخته از خالای زیلو. از کجا یافتی اینها رو؟ اما کلجه برای معلمه آوردن. در مکتب سرنچه بازی میکنیم. نه بابایت در خانه؟ نه آن کس به مسجد رفتن. وقتی نمازی جمعه است. من به درس میروم. اگر خواهید در آمده شید. تشکر عمر، تو به درس رو. اگر بابا همینجا می بودند یکان مصلحت میدادند. وقت کم ماند. من چطور به خانه جنابی صبو میروم؟ اینها چندی میستن؟ 15 دیهت میگیریم. نه نمیشود، از 20 کم نمیشود. خسته نباشید. تشکر خالای زیلو، تشکر. شنیدم برای معلم ریش و مویله بیسون آوردی؟ من هم میخرم، باز دارید؟ نه ندارم، همه اشو با معلمه دادم. 2 روز انتظار شوید و شما هم میورم. نه من وقت ندارم. بخیر از خانم، شما اون رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز، هم تو میخرم. این رنگش رو بین چه خیلی میخرد یا نه؟ درس امروزمون به آخر رسید. وظیفه های دودم رو تا پگاه تیار کرده بیایید. میلش معلمه. معلمه ممکن من سرباز قهرمان شوم؟ نه چرا تو مشده ای؟ سرباز قهرمان من نشوم. یک دقیقه صبر کنید. هر دویتون هم ایستید. در این نمایش قهرمان اساسی من میشوم.
شما باشید شاید یارگرچی های من بشوید. چی؟ آلدو من حالا یکون چیز ننوشتم. نمیدونم برای تو یکون نقش میموند یا نه. خودت میدونی که این صحنه رو من برای کودکان نموده کردنیم. معلما در این صحنه چه سربازهای دشمن همه شوند. بچه ها آروم شده. حالا یکون چیز معلوم نیست. خواهش میکنم معلمه ممکن است من قماندان شوم. قزبان بچه پنها یکون چیز نمیزیبد. قبزان اپر قزبان مرا دیگ نزده نه؟ من باش ما رو شان میدیم. من از اینها شکایت کردنیم معلمه. یکون داشون ما رو به نمایشنامه دعوت نکردن. زیخ نشاب قزبان. من خودم برای یکون چیز مینویسم. سلامت باشید معلمه. کنین رو ببنده. ببنده. کنین رو ببنده. کمک کنید. این کار کردنتون عیب است. من خودم وظیفه ها رو تقسیم میکنم. صحبت کردن میتوانیم زینب. تو آمدنی من جنجال نکنی فهمو؟ او بوده که رو نبرد. زینب از چی سر کردنم رو نمیدونم، لیکن اگر اجازه دهی همش رو به تو فهموندن میخورم. طاهر خودتان رو عذاب ندهید. چیزی رو عوض کردن نمیشود. زینب ایستا گوش کن. باز تکرار میکنم طاهر، از این پس بهتر است که همدیگرمون رو نبینیم. رئیس نوحیه میگوید زینب از احوال مکتب خبر میگیرد. معلما ویش مویلب رو کسی دوستیده است. چی خیلی دوستیدم؟ تو چی ها میگوی عمر؟ اکنون مرا کسی نمیشناسد. به خانه جناب سبا میروم. انا آنها میآیم. کدامی از آنها رئیس بکن به خدا نمیدونم. عیب میشونی؟ عیب میشونی؟ آقای رئیس. سلام علیکم. خوش آمدید رئیس. خوش باشید. خوش آمدید آقای رئیس. من رئیس دهه آبی کلان شهباد. این کس باشد دختر دهمان است. نور و صفا آوردید. سلامت باشید. سلامت باشید. شمایان چه حال دارید؟ ولی زودتر. نه زحمت نکشید. اگر میشود ما این رو برای شما بکنیم. تشکر. این طور باشد مرحمت کنید استراحت کنید. این هم در راه وقت زیادمان را صرف کردیم. وقتمان خیلی تنگ است. تا تاریک شدن هوا باید به ناحیه برگشته رسیم. قطعا یک پیاله چای میگیرید رئیس. روی گرم رو تنگ کردید. آقای رئیس شاید اون قدر خوب نباشد، لیکن اول از مکتب سوخته‌مون دیدن رو سر میکردیم. البته باید حتما مکتب رو ببینیم. کاری من رفته چای می‌نوشیم ها؟ البته میلش. مرحمت بذارید خودم رئیس. بعد از مکتب نقطه طبی رو با شما نشون میدم. بعد اینو رسوی هول دیدن تو چیزا. همش رو حل کنیم ان شاء الله. این طرف. مرحمت کنید. شما هم با تعمیر این طرف. مرحمت. شاید این آخرین دیدارمون باشد پسرم. خدا نگهبانت باد. من به دست خواهرت میروم.
این کودک اصلاح می شود. میبینی؟ کنی گذار شین. با اونی گرید شین ابله شلاق میخواهی کنی شین گذار خوجه شین. این مجده خیلی رحمدل بوده است. بله با سخن خوش ما را از خانهش میبرارند. مجده تو برا ما با خوجه تنها صحبت میکنیم. آماده شو شیر بچه، تو را برای تیاری میفرستیم. پس از 2 ساعت آمده تو را میبرند. چخیل تیاری؟ باز چخیل تیاری میشد؟ تیاری جنگی. برای از تو جنگاوری خوب ساختن تو را با بهترین تعلیمگاه میفرستیم. من تروریست شدن نمیخوام. چه گفتی؟ چه؟ تروریست؟ این چی کف است؟ کی گفت که ما تروریستیم؟ تو را فریب دادند. ما تروریست نیستیم بلکه مبارزیم. این را ساته نبرار، فهمیدی؟ من خوندن میخوام، آدم شدن میخوام. چه ما آدم نیستیم احمق؟ چه؟ ما آدم نیستید، قتیلید. من بطن شامت منه بچه منه خود نبرارید. ما تروریست نیستیم. کسی که در اینجا همه مبارزم. چیزی که ما گفتم همان رو میکنی ابله دست بگی دست نظر خاموش. هر چیزی که ما گفتیم همان رو میکنی. یکون خیلی تروریست نیست. ابله آواز بچه را میشنوی؟ اگر این بچه با اونها همکاری نکند او را میکشند. آنها خودشان را عذاب نمیدهند. برای دعوا خودشان را قربان نمیکنند بلکه به راحت زندگی میکنند. ما باشیم در زیر ظلم و تهدید. اگر جهان ما را کشیم در حال به قتل میرسند. وای بر حال کسی که با آنها زید میبراید. زید نبرای هم عاقبتت مرگ است. نه برادر نه. در اینجا جانمان یک تنگ قدر ندارد. السلام علیکم. السلام آمدید. این دختر من. خوش آمدید آقای رئیس. خوش آمدید. مرحمت بشینید. همدردی مرا قبول فرمایید خانم معلم. تشکر آقای رئیس. چند پیش آقای دکتر با من مکتب را نشان دادند. خیلی کوشش کردیم لیکن احوال رو دیدید. احوالش متاسفانه هیچ خوب نیست. بله راست میگویید. دیهامون به مکتب نو احتیاج دارد. پروا نکنید خانم معلم. هوا که گرم شد البته مکتب را هم میسازیم. راست محترم رئیس ده به مکتب نمیشود. البته نمیشود رئیس. مکتب و معارف این آینده جامعه ما میباشد. البته میسازیم. یک بار مسجد را هم گوید رئیس. از بامش آب میچکد. گویا که به مسجد میرفته باشی. بله سعید درست میگوید. مسجد جهاد. یک بار گوید رئیس. گویا هر روز در مسجد باشه. کاری مسجد را یک طرف بذارید. خدای توبه شما چه میگوید رئیس؟ مسجد ده نیست بعضی کمبودی ها دارد. مایلش حاضر رفته میبینیم آقای دکتر. وقتی نماز جمعه هم رسیده است. یک بار نماز آن را هم میخوانیم. قول میدهم و قریبی هم شما و هم شاگردانتان صاحب مکتب خوبی میشوید. سلامت باشید آقای رئیس. سلامت باشید خانم معلم. مرحبا. مرحمت علیکم رئیس. مرحمت خوش باشید. تشکر. مرحمت بذارید. ببخشید من باید طهارت کنم. مایلش بله طهارت کردم دکتر. من دوی رو پای به طهارت میگردم. همین طور نه آلدو؟ بله راست. لیکی من یکم بار طهارت کردنتان رو ندیدم. آلدو بسیار شوخ است. مرحمت به طهارت خانه دارید. مرحمت بذارید. سلام باشید. این یک ببرم. گمان میکنم رئیستان به طهارت نمیگردد. شاید همین طور است. رفتیم. برادران عزیز، مسلمان ها مثل وجود یک انسانند، چون که اگر در وجودمان یگان درد و زخم پیدا شود تمام دیگر عضوها با او کمک میکنند و رای تبابت کردنش همهشون به حرکت میدراید. آن عضو را زیادت حساب کرده بریده پرتافتن نمیخواهم.
چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما هم از روی ایمانمان برادریم و هم از روی مکانمان مثل عضوهای یک بدن با هم پیوسته‌ایم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. وظیفه اساسی ما به عضوهای ضرر دیده‌مان کمک کردن است، نه آن را بریده پرتافتن. باید یکدیگرمان را دستگیری کنیم. فقیری را نیست کردن، ملتچگی را از بین بردن لازم است. باید با همدیگر دست به دست شویم. تنها با این را می توانیم به دشمن غالب آییم. ان شاء الله الف مبروك. سمعنا انه حضرتكم ترفعتوا. ايه مزبوط، يسلموا. بصراحة عم نعاني من صعوبة تأمين عناصر، وحتى يقدر التنظيم يرجع مثل الأول لازم نعمل كم عملية. إذا بدكم نحن مننفذ أو أنتوا نفذوا نحن منتبنى، بس بدنا إياها تكون عملية يحكي فيها الإعلام بكل مجالاته. يعني عملية كبيرة كتير، وإذا ما كانت هيك ما منستفاد شيء أبدا، ومنكون عملنا كل هالشي على الفاضي. مو مشكلة، هي قصة سهلة. والله بصراحة أنا لقيت إنه هذا أحسن حل. يا سيدي إذا ساوينا ولا ما ساوينا عم يحكوا علينا، يحكوا على شيء مفيد أحسن. طول بالك، ما في داعي للتعصيب، نحن وراكن، يعني لا تاكل هم شيء. بس يعني معقولة عمر آغا يلي صار له آغا أكتر من 40 سنة يخلي واحد تركي يعالج له ابنه؟ عن جد كتير استغربت. هالكلام معقول يعني؟ لا يا معلم، الدكتور مانو تركي، هو مثلنا، وأصلا لو ما كان مثلنا. لك ليش هيك عم تعصب بسرعة؟ طول بالك، عم امزح معك يا زلمة. لك شبك؟ لا بهالشغلة ما في مزح أبدا، ويكون بعلمك إذا طلع تركي بقتله بخفي نهائيا وما بتفرق معي. به خانه سبا از شهر آدمانی تشکیلات می اومدند. با آنها همراه شوم، آن طرفش آسان. شما چی ها میگوید مادر جان؟ با تشکیلات همراه شده چی کار میکنید؟ برفینم را به دست آنها نمیگذارم. از تشکیلات آدم گریزاندن آسان است مگر؟ به دست رفته شما رو میکشند. بگذار مرا کشند. بی فرزندانم خودم را مرده حس میکنم. رئیس آدمی خوبی نمید. خوب و ابراهیم سرداری ده مانده باشد، خیلی دانشمندند. خوش آمدید. به دهمان خوش آمدید رئیس. تشکر بابا. به دهمان بار اول است که رئیس ناحیه می آید برادران. بار اول است که ما به دیدار رئیس ناحیه مشرف می کردیم. همکاری با دولت خیلی خوب است برادران. به خدا راست میگویید. سلامت باشید. آقای ابراهیم، شاید سببش از حال یکدیگر بیخبر ماندن باشد. از این پس همه وقت وعده میدیم که همراهتان میشوم. اگر یگان کمبودی باشد مرحمت مراجعه کنید. همه این نارسایی و کمبودی ها را همراه حل میکنیم. انشالله رئیس. ما مردم دوستداری دولت و وطنمان هستیم. شما هم با ما علاقاتان را نکنید. جناب رئیس، دهه ما یک دستگاهی وقتی کهنه ندارد، اما خیلی کهنه است، کار نمی کند، یعنی ویران است. یعنی گفتم میخوام که دولتمون از این باخبر باشد. الدا حالا وقتی همین گپ هاست مرا ببخشید. الدا راست میگوید رئیس. در دیها قوهی برق نیست. وعده میدهم که این هم در مدت کوتاه حال خود را می‌یابد. سلامت باشید. سلامت باشید. آباد باشید. ایجاد هست. این چی نشست؟ خواهینی لعنی. زودتر بره. خواهین رو. شما خواهد دوباره. خوبم، نگرانم. سلامت باشید. معلوم میشود که آمدنم را فهمیده سوء را پیشکی تشکیل کرده. معلوم که جاسوسانشان خوب کار میکنند. در همه جا آدم دارن اینها. از همه چیز باخبرن. اینها خواهینن. خلقمان را با همه خلبازی هایشان پراکنده کردن. اما آنها دیگر این کار را کردن نمیتوانند. با اجازت شما
اجازت از شما خوش آمدید آقای خوش آمدید. سلام خدا نگهدار بابا. شیره بابا کمی دم شیره خوب هستید بابا ابراهیم؟ خوبم پسرم، نفسم کمی تنگ شد. شاید خونم خورده باشید. من حاضر رفته برای شما دارو میارم. من بچه ها شما همراهی بابا باشید، من رئیس را گسل کنم. نروید مادر جان، شما رو میکشند. یک بار هم رفته بودید مگر برفین رو آورده توانستید؟ قریب بود شما رو میکشتند. اوه دخترم، تو نمیفهمی چه من در غمی فرزندانم میسوزم. حتی از مرگ نمیترسم. اگر مبادا رفته بر نگردم. مادر جان به نزد برات رو بگو همش رو نقل کن. مادرت برای تو زندگی کرد گوی. مادرت به خاطری تو سالها در سینه‌اش زنگ مانده گشت است گوی. به قبرم آمده یک بار مادر گوید بس است. این سراغ خلای زلال است. مادرم برای چی به خلای زلال مکتوب نوشتند؟ خانم زلال، این سر تا مردن در بینمون میماند. اگر حالا طاهر این مکتوب چرا دریده است؟ در بین خلای زلال و مادرم چه سری بوده میتواند؟ چرا مادرم این مکتوب رو نوشتند و لیکن نفرستادند؟ شاید وقتی از ده رفتن اون رو دادنی بودند. اما این مکتوب سال 1984 نوشته شده است. اون وقت من 6 ساله بودم. اون وقت مادرم خلای زلال رو از کجا میشناختند؟ در بینشون چی سیر باشد؟ دیدید از چهار کسی ناومد؟ البته میآید. بغیر از انتظاری دیگر چاره نداریم. مادر شما چطور با اونها رفته همراه میشنید؟ مگر شما رو نمیشناسند؟ نه وای اینها رو برایم میچسبانم، هیچ چیز نمیشود. هیچ چیز مادر؟ به خدا مادر جان کاری خوب نمیکنید. اگر جنابی سبا شما رو شناسد چی؟ چیکار کنم دخترم، مجبورم. هذا هو عمرو آغا، وعمرو آغا هو رمز شغلنا من 30 سنة ولهلأ. وفيني أقول إنه أحسن النتائج اللي أخذناها كانت عن طريقه وبسببه هو. وكان رجل متدين، بس نحن حطينا عنده إمام مزيف وعذبنا كتير حتى خليناه يتعلم الظلم وقساوة القلب. وبعدين صرنا نقنعه ونقول له إنه هو بشكل المرتبة الثانية بكل شي بالدولة، ونجحنا بهالشغلة طبعا، وقلبنا له عقله حتى إنه هو هلأ قدران يقتل دكتور تركي وبكل بساطة كمان. کنی بیا بایرام، وقتی رفتنت شد. با پدرت سلام رسان. مایلش آقای دکتر، برای همش تشکر. جنابی سبا شما رو هم جرم میزنن آقای دکتر. مرا؟ بله. من رفتن نمیتوانم، بیمار دارم. گفتم که به شما بر نگردن.
دلت براز نمیاد. و در اینجا چیکار میکنم؟ خوش آمدید. شما روید، من حاضر میایم. رفتن گیره. با این طرف نمیاد مادر جان. بیم رفتیم. خلای زیلو، از شما یک چیز میپرسم. خلای زیلو، امروز از جوزندان مادرم یک مکتوب یافتم که چند سال پیش برای شما نوشتند اما نفرستادند. مادرم در خصوص یک سری بینتون بوده نوشتند. اون رو دونستن میخوام. خلای زیلو، چه سیر است؟ من از کجا میدونم پسرم؟ من از کجا میدونم؟ رفتیم خطیجه. وای 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 خوش آمدی. نور و صفا آوردی دختر. کنی شیر بچه من اینجا بیا. صحت شدی. شکر خدا. کنی بیرام رو گیر. خوش آمدی دکتر. مرحمت گذر. مرحمت گذر. خوش آمدی. خوش آمدی دکتر. خوش آمدی. مرحمت. الشيء المهم بالنسبة لنا هلأ هو خنق الشعب، يعني تضييق الديمقراطية والحرية، لأنه بالفترة الأخيرة كل مانا عم تتوسع ساحة العمل السياسي، وبالمقابل ساحتنا كل مانا عم تضيق أكتر وأكتر، لأنه صايرين عم يواجهونا من كل الأطراف. بس نحن بالفترة الأخيرة ما صحت لنا ولا فرصة منيحة أبداً، لأنه الهيئات والمنظمات انقسموا لاسمين، ونحن كوسائل إعلام منجهز الوضع قبل ما يكون في حاجة لأنكم تدخلوا. وهلأ خلوني أعرفكم بعضونا الجديد. وهو رح ينضم لإلنا باسم يلي مالن وطن، تجار مخدرات وكمان حشاشين وسكرجية. والله يا جماعة المجلس الأعلى مستغرب كتير إنه كيف أنتوا لهلا ما قدرتوا تهيئوا شيء. مشان هيك من اليوم ورايح أنا رح صير أحكي كل شيء دايركت، يعني أحكي بشكل مباشر. بصراحة نحن صايرين ما عم نثق فيكم مثل الأول، لأنه كل واحد عم يتصرف على كيفه، وهيك ما بيمشي الحال أبدا. يعني الساحة قدامكم فاضية للمخدرات والنفط وأنتم ملتيين بالنسوان وبس، يعني كاشفينكم وأنتم عم تساووا كل هالشغلات هي بس بالحدود يلي بنسمح لكم فيها. ايه مزبوط، أنا مزعوج كتير من هالشغلة، بس كمان نحن قد ما اشتغلنا ما عم ناخد غير كوميسيون، أما الكبار فعم يبلعوا كل شيء. يا جماعة ما بدي نطلع عن الموضوع، وخلونا نحكي عن العملية الأسرع، لأنه لازم نعمل اللي مفروض نعمله. ما اختلفنا، بس بلكي اجوا أخذونا. لا، لأنه هدول ما بيسترجوا يقربوا على الحارات تبعنا، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن جماعة إلى مكانتها الكبيرة، بس المفروض ما نقسى على حالنا. أنا حابب لكم إنه الشغلة يلي نحن لازم نشدد عليها هي إنه نحن مو ضد الدين، يعني بس ما لازم ننسى إنه نحن أعداء للدين، لأنه بالأصل ما لنا أي دين. وغير هيك لازم بين كل فترة والتانية نتناول موضوع الحريات الغربية ونحكي عن حقوق الإنسان كمان. ليكوا يا جماعة هلأ الشيء المهم باستراتيجيتنا خاصة بهالمرحلة هو إضعاف النظام والحكومة، ونحن لازم حتى نزيد رأس مالنا نزيد الإرهاب بالبلد، وبس نزيد الإرهاب المستثمرين كلهم رح يهربوا. وكمان في شغلة لازم نعملها، وهي انه نتناول بالاعلام اسباب عدم التطور الاقتصادي وصعوبة تطوره بهالسنة هي، خاصة نتيجة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة. بس هالشي لازم يكون بالوقت المناسب حتى ما تفشل هالشغلة، لأنه حاليا كل منظمات المجتمع المدني خارج السيطرة تبعنا، فالمفروض انه نحن ننشر بين الشعب كله انه هالمنظمات هي كتير خطيرة. وحتى نزيد من فعاليات الإعلام المفروض نأسس وكالات جديدة ونجهز الأخبار المواضيع اللي نحن بدنا ننشرها، وطبعا ننقل مجريات الأحداث كلها حسب وجهة نظرنا نحن وبس. ايه ومو بس هيك، نحن بنفس الوقت لازم نأسس منظمات دينية، والمفروض نلوث بعض الأعضاء اللي هن مرشحين لعضوية الماسونية. وغير هيك هدول الشخصيات الاعتبارية لازم نحط صورهم وكتبهم وكاسيتاتهم بمحل معين، وهنيك
نحن رح نقوم بعمليات خارجة عن القانون، وبهالطريقة هي نعمل هجوم عليهم، وبأول هجوم منكون صبنا عصفورين بحجر واحد، ورح نوجه الإرهابيين مشان يدخلوا بمنظمات المجتمع المدني، والشخص يلي بده ينفذ هالشي لازم يكون شخص قوي، وبعد ما يخلص مهمته رح نخلص عليه بكل بساطة. لكان المفروض نعمل استمارات حتى نجدد مسألة المكانة تبعنا، والاستمارات هي لازم تكون إلى أكثر من هدف، وهيك منه منكون عززنا عناصرنا ومنه منكون وجهنا الشعب على كيفنا. هلأ المرحلة كتير صعبة، ويلي عم يمر فيه التنظيم هو إنه الانضمام إله خف كتير، وكمان غير هيك يلي بالجبال كتير متضايقين، وقال الحياة فوق صايرة كتير صعبة ومو مريحة أبداً، وكل يوم والتاني عم يصير اشتباكات بينات بعضهم. يعني بصراحة رح يضيع منا التنظيم، بقى لازم نعمل خطوة ديناميكية حتى ما نضيع التنظيم من إيدينا. نحن علاقتنا المنيحة مع الأكراد مو لأنه منحبهم ومنكره الأتراك، لا، لأنه نحن أكلنا هوا لما كانوا الأكراد والأتراك واقفين جنب بعضهم. بس هلأ إجا وقت الانتقام يا جماعة، بقى لازم نمسح الأرض بالأتراك، وساعتها الأكراد رح يكسبوا كره الكل، وهيك رح نقدر نهز الحكم من جذوره. بس لازم نعمل عمليات ضد الأبرياء حتى نخلق جو من الإجرام بالبلد. بس ما لازم ننسى أنه الأتراك ما رح يسكتوا، ورح يردوا لهم إياها للأكراد كمان، وبهالطريقة نحن أكيد رح نقدر نمشي كل الشغل تبعنا. بقى أهم شي هلأ هو الحرب الداخلية والعمليات الإجرامية ضد الأبرياء. مادر جان، از اون تشکیلات اومده ایستادند. صحبت عزیز رو با شما شنیدم. مادر، در حقیقت با مرد مانند شدید. رفتیم خدیجه، دیر نکنیم. خدیجه، در کجایی؟ بیایید زود پنهان شوید. چرا جواب نمیدی؟ نشنیدم. چقدر نشنیدی؟ رفتن زود سلاحم رو بیار. زودتر. رفتی مادر جان. تشکر دکتر، پسرم را نجات دادی. از این پس درم همیشه برایت گشاده است. یگان خدمت باشد گپ زن. تشکر جناب سبو. هر وقتی که با شما هم لازم شوم گویید میگویم. این از آن توست برای خدمتت. سلامت باشید. این رو گرفته نمیتوانم. یعنی چی خیل؟ هدیه‌ام را قبول نمیکنی؟ نرنج جناب سبو، این رو قبول کرده نمیتوانم. من سلاح رو دوست نمیدارم. این گپا چی معنی دارد؟ در این جایها به سلاح هیچ کار حل نمیشه. خون ریختن چیزی رو حل نمیکنه جناب سبو. ببخشید، این هدیه‌تون رو گرفته نمیتوانم. مایلش، خودت میدونی. آقای دکتر رو به دهش برید. خوب شد از جناب. لازم نیست، خودم میروم. مرحمت. مرا نشناخت. در حقیقت مثل مردها شده ای. چطور شناختن؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ این آدم کیست؟ از دهه ما به تشکیلات همراه شدن میخواد. به خانه جنوب سبو میبردم. مایلش، تو به خانه رو، من او رو میبرم. کنی رو گفتم نمیشونوی، رو تو با من بیا. خدا مددگارتون بود مادر جان. جناب از شهر برای با تشکیلات همراه شدن آدمان میاد. حیوان، خانم تو حیوان. من چیکار کردم جناب؟ از دکتر شنیدم رئیس ناحیه صحت و سلامت از ده برآمده رفته است. گناهی من چیست جناب؟ آدمی یافته شما کار را اجرا کردنم. اما تو گیر.
انا جلال اینها برای بکا برآمدن آمدن. اپای زینب لبای اپای دیلا آمدند. با تو گپ زدن میخوام زینب. میدونم که از من رنجیده ای. تو دوستی نزدیکترینم هستی زینب. ضعیف شدنی تو رو نمیخواهم. مرا ببخش. پدر التماس به دیلا بیاید که با او گپ زدن نمیخواهم. این خیلی نکن دخترم. عیب است. خوب نمیشود. عیب نیست. خوب میشود. او رو دیگر دیدن نمیخواهم. زینب 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 شنیدی؟ دیگر دیدن نمیخواهد. دیلا دخترم احوال زینب بد است. با کسی گپ زدن نمیخواهد. میفهمم اما که حمید و خدا خفن نشو دخترم. او چیزی می نویسد و می پرتوید و فیلم چی نوشتانش رو عمیق نمیداند. سرش گرم شده است. این قاصد خیلی دیر کرد. باید بر وقت میرسید. از دست اینها چیزی نمی آید. چی گپ شد؟ هجوم کردن. نه گریختن. 2 نفر گریختن. همه یک جا از پسشان چرا داره؟ گریختن نماند. گریختن نماند. اکا تو رو میگریزم کجا؟ از اینجا میگریزیم. بیا کجا؟ بیا رفتیم. داو زودتر. ایستد میگویم. داو نیست. ایستد میپرانم. داو کجا داو نیست. ایستد. پایم. پایکم. گردی از پیشانیش پران. تهرب. يلا اجا دورك. دير وشك. يلا اوصل هالخاين. يلا. زیدان چه میخواهی مجده؟ بچه اونا بدو رو زده گریختند. چی؟ دیدی؟ زود رفته آنها را دارد. خوب شد. دیدی؟ بسری خودی تیر نرسد. او لازم است با دقت باش. دیگرشان نیست کنید. ملسینا تو پراکنده شوید. آنها را دستگیر کنید. اینها را گیرید. جسد اینها را بردارید. سلاح ها را هم گیرید. کمی زودتر. زودتر برایم. زودتر. يلا رجال يلا. خوب هستی خوجا؟ خوبم مکن خوبم. تو چی؟ جای جراحتم درد میکنم لیکن
هیچ قبل توقت میکنم. از اون طرف روید. اونها رو محاصره میکنید. اون رو دستگیر نکنم دکه. تو گریز خوجا. تو چی؟ من رو فکر نکن خوجا. نه اکا. تو هم بیو. تو رو نمیپرتویم. رام گفتم. راست بده هرم. خم شوید. نه خوجا خم. بکری دستین جا تو رو نبکشید. بردم تازه افترم مالش بدی رفتن بسی بردن سلاحش را گرفته کیسه‌اش را خالی کنید. رفته به سینان خبر رسانید. مالش بدی خودش را به غار پرتایید. ما به جستجوی دادرش می رویم. با من بیا. راست چی حال دارید پرهرین؟ از پسرانم خبری هست آقای دکتر؟ حالا در این باره فکر نکنید. شما باید دم گیرید. نترسید آقای دکتر. تا پسرانم را نبینم خدا جانم را نمیگیرد. آنها رو میبینید. البته میبینید. دیلا در کجا بودی؟ به نزد زینب رفته بودم آقای طاهر. به نزد زینب؟ بعد این حدیثه و باز به کدام روی به نزد او میروی؟ و خفه شدن حق دارید آقای طاهر. هرچی گوید حق هستید. اما باور کنید هیچگاه غمگین شدن هر دویتان رو نمیخواهم. من رو ببخش تو رو رنجوندن نمیخواستم. چی ایلاج کاری شدگی شد. دیگه کاری کردن نمیتوانیم. اما که امید گفتن که احوال زینب خوب نیست. غیر از این یک صحنه جا نوشتن میخواهد. میتوانید از این استفاده برید و با او آشتی شوید. من به درون درا زودتر. سینا برای تشکیلات جنگ آورانی نو آوردم. خب مجده آنها را گرفته به غار ببر. مایلش سینا کنی راه گردید زودتر. من سبا گفتم که یک کودک فدایی بود از باید رو برم. تو به دهر برگرد پگاه بیا. چرا؟ چیزی فرمودم همان را کن احمق. چه حق داری که از من حسابات بپرسید؟ مایلش کماندان زودتر ببخشید. به این غار درید زودتر. چرا نگاه میکنید احمق؟ آرو نشونیدید کنی زودتر. کنی زودتر داره. زودتر زود باشه. سینام چی گپ شد؟ کودک در کجاست بردن؟ روانیش رو پرانده و ما خوردیش رو نیافتیم. گریخت ابله. دیده در کجاست؟ از پسی کودک رفت. مرکز از ما کودک فدایی میخواهد. باید آن کودک را با آنجا فرستیم. در یک میشه از من گم شده لعنتی. شما چرا برگشتید؟ بدی چی میگی فرمود؟ بدی هیچ عقلش کار نمی کند. گویا شما با او خلل میرسانده باشید. کنی شما هم روید و ده هجوم کنید. کودک را بیارید. کماندان تو ما ده همه رسیم که تاریک میشود. دفم را دو نکن بردن. این کودک به من لازم است میگویم نمیفهمی. این کودک بر نگردید. روید.
طرف مدیا تقدیم میکند. نه آقای طاهر. فهمیدم. دیر نشده است مگر آقای طاهر؟ بگو برم چی؟ نه شاید خوب نباشد، حاضر بر. میلش میبرم. آقای دکتر مرا نجادید. خیز بیا. مادرم همینجایند. آقای دکتر مرا نجادید. از پسم هستند. آمده مرا میبرند. آرام شو خوجا. مادر در درون است، کسی تو را نمیبرد. از دستی آنها چی خیل گرفتی خوجا؟ اکا در کجاست؟ من گریختم اما اکا هم نتوانید. او را پراندن. آقای دکتر او را کشتن. آرام شو خوجا، آرام شو. گریه نکن، مادرت نباید از حال بکری خبردار شود. فهمو؟ خیز خوجا خیز، و درون درویم. درون. اپای حوین؟ اپای حوین؟ اپای حوین نگاه کنید کی اومده است؟ خوجا پسرکم. خوجا پسرکم. پسر جانم بکی در کجاست؟ برای چی نامد؟ می آید بکری هم می آید اپای حوین. ولی مادر جون اکا می آید. البته می آید. شما غم نخورید. پسرکم پسرکم پسرکم. مادر جون. دکتر خواهش میکنم فرزندانم را از جا گرفته برید. آنها را به مکتب دید. مایلش بیاوین، مایلش. وعده میدیم که میبرم. زودتر برید آقای دکتر، برید. وگرنه باز اومده میبرند آنها رو. میابند فرزندانم رو میبرند. به شما گفته بودم دکتر، خدا پسرانم رو با من نشان داده جانم رو نمیگیرد. صد شکر، شکر خدا جان. صد شکر. پسرانم رو به شما امانت میدیم. امانت 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 دکتر، امانت امانت امانت. مادر جون مرا تنها نگذارید. مادر جون مادر جون مرا تنها نگذارید. مادر جون من اکنون تنها چی کار میکنم؟ مادر جون من چی کار میکنم؟ مادر جون
خوش آمدید پدر. خوش باشه دخترم. چی شد پدر جون؟ دیلا آمده است. بعد تو گپ داشته است. تشکر اما. سلامت باشی. برای چی آمدی دیلا؟ من با تو گفتم. من این رو برای تو آوردم. این صحنه چرا آقای طاهر نوشتند؟ وحدت ملی. من هم به نمایشمون چنین نام گذاشتم میخواستم. کنی زودتر برایت. کنی مجده زودتر. گذارید. صف کشید. زودتر. صف کشید. صف کشید. اینها کی هایند؟ جنگاورند؟ دزدند؟ معلوم نیست. مگر آنها آدمان درست را نمی‌یابند؟ با آنها مبارزه برده می‌شود مگر با این گونه آدمان دولت ساخته می‌شود؟ نامی تو چیست؟ زبیر. به فکرم تو را میشناسم.